یه عده شتر صفتن. میدونی این چی؟ یعنی یه انسان ولی در درونش یه کینه شتری. آقا کینه یعنی چی؟ یعنی خشمی که من نتونستم یه جا فرود بیارم، قرتش دادم، فرو بردم، حالا تو دلم شده تبدیل به یه کینه. خشمی که قرتش داده، خشمی که یه جا باید فرود می آورد خودش سبک میکرد نتونست، حالا اونو قرت داده تبدیل به کینه شده. نمیتونه ببخشه، نمیتونه عفو کنه، نمیتونه به خاطر خدا از این کینه بگذره. و با این کینه زندگی میکنه و این کینه او رو وادار میکنه که دست به هر عمل نه تنها خلاف اخلاقی و ضد ارزشی بزنه، بلکه گاهی وقتا پا رو انسانیتش میذاره. کینه وادارش میکنه. تو حدیث آمده همه انسان‌ها یه جاهای عفو عمومی خدا میاد، مثلا 15 شعبان اعیاد خداوند عفو عمومی میده، همه رو عفو میکنه جز دو گروه. یک، کسایی که مشرکن، فجور اعتقادی دارن. دو، کسایی که تو دلهاشون کینه دارن. اینه که تو دلهاشون کینه عداوته، نمیتونن دیگران رو عفو کنن. خداوند میگه منم عفوشون نمیکنم. همونطوری که تو نمیتونی از بنده من بگذری، منم از تو نمیگذرم. اینا رو الله تعالی عفو تعلیقی میکنه، میگه تا وقتی این کینه تو وجودشون هست عفو نیستن. چرا با کینه توزی زندگی بکنیم؟ چرا یک کینه شتری در درون ما از ما یه انسان قسی القلب درست کنه؟ به خاطر الله عفو کنیم. حالا یه چیز دیگه اینجا هست. یکی از کینه که توش انتقامه، توش در حقیقت جذبه بدله و عوض گرفتن انسان از ضربه خوردن طرف مقابلش، تو کینهاش خیلی خوشحال میشه. این بده. اما یه جایی هست کینه نیست، این دنبال انتقام هم نیست، از ضربه خوردن طرف مقابلش هم اصلا خوشحال نمیشه، ولی یه ناگواری در دلش آمده که نمیتونه فراموش کنه. این اشکال نداره، چون این چیز اضطراریه، غیر ارادیه، دست خودش نیست. گاهی وقتا رسول پاک علیه السلام یه فردی رو عفو میکرد، توی جرمی که کرده، توی خطای فاحشی که کرده عفو میکرد، میگه بخشیدمه. میتونست انتقام بگیره، نمیگرفت، اما بهش میگفت جلو من نشین، بشین پشت سرم. اینو میگن ناگواری. حتی پیامبرم نمیتونه این رو از دل بیرون کنه. این چیز اضطراریه، غیر ارادیه، دست خود انسان نیست. عرض کردم توش جذبه انتقامم نیست، نیش زدنم نیست، نمیخوام باشه ولی هست. ولی به خاطر الله عفو کنیم. چقدر ما با خدا و اوامر خدا بد تا کردیم و چقدر از خدا دوست داریم ما رو ببخشه. تو همینقدر بنده های خدا رو ببخش.